خوراک لوبیای قارچ غلیظ خیلی خوشمزه رو به روش من درست کن. اول یک پیمانه لوبیا رو میریزیم 24 ساعت خیس بخوره، بهش چند تا تیکه خیار اضافه میکنیم تا نفخش رو بگیره. حالا بعد از 24 ساعت میشوریم، با کمی زیره و نمک میریزیم دورپس که بپزه. تو این فاصله یک پیاز نگی رو میریزیم تو قابلمه، یک کم آبش که تبخیر شد 2 قاشق روغن زیتون بهش اضافه میکنیم. دال عدس شسته شده که فوت کوزه‌گریه، کمی آب بهش اضافه میکنیم، نمک، فلفل، زردچوبه هم اضافه میکنیم. پوره گوجه از قبل آماده داشتم اضافه میکنم. به این غلظت که افتاد با گوشت برقی بلندش میکنیم. تو این فاصله لوبیا هم پخته شده اضافه میکنیم. قارچ خورد شده. بعد از اینکه قارچ هامون پختن و خوراکمون به این غلظت رسید آماده است، میتونید با مقداری گلپر و لیمو ترش تازه سروش کنید. نوش جان.